عزیز، یکی از ضرب المثل های مشهوری است که در زبان عربی میگن که عنزتون ولو طارت، یعنی بز است ولو که پرواز کنه. دوستای عزیز، قصه از این قرار است که دو نفر از دوستا به یک جای سفر میکنن و یکی از اینا بسیار به مو رأی خود یا نظر خود بسیار محکم می باشه، هیچ وقت قبول نمیکنه. یک روز از روزای به شکار میرن، از دور یک چیز سیاه را میبینن. یکیش بر دیگه‌اش میگه که این چیز سیاه که است این زاغ است، و دوستش میگه نه، این بز است. بالاخره اردوشان به نظر خود اصرار میکنن و وقتی به این نزدیک میشه او زاغ میباشه و پرواز میکنه. اردوشان به پشت سر فرار میکنن. وقتی که دوباره میگردن، اون شخص اولی برش میگه من نگفتم اول که این زاغ است. نفر دومی برش به اصرار میگه که نه برادر، بز است ولو که پرواز بکنه. دوستای عزیز، این ضرب المثل برای بسیاری کسایی گفته میشه که اونا با وجود از اینکه برشان حق برسه حق قبول نمیکنن و به نظر خود اصرار میکنه. حتی اگر به چشم خود هم یک چیز را ببینه باز هم میگه که نه، ولو که پرواز هم کنه. اونا خوب به چشم خود ببینه که زاغ است و پرواز کرد، میگه نه، من به نظر خود هستم که او چی است؟ او بز است، ولو که پرواز هم کنه بازم بز هست. از این خاطر ایش اشخاص که به نظر خود اصرار میکنن و به حق تسلیم نمیشن، به اساس اینمی اصراری که به نظر خود دارن، این مشکل خودخواهی که دارن، ایره ایجاب میگن که از خود راضی هست، نظریات خود حق فکر میکنه و هر قدر برش دلیل گفته شود او دلیل قبول نمیکنه، برش آیات قرآن و احادیث گفته شود بازم اصرار میکنه. به می خاطر است که این انسان در گمراهی خود باقی میمانه. اما انسان مسلمان مؤمن وقتی که آیت قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برش میرسه و میفهمه که این حق است، مثلا میفهمه که ما در کلمه لا اله الا الله 3 تعهد داریم که یا الله، بغیر از ذات تو کسی دیگر عبادت نمی کنم، بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگر نمیپذیرم و تطبیق نمی کنم، و بغیر از طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم به طریقه کسی دیگری اطاعت و عبادت تو را نمی کنم. بنابراین این انسان وقتی که این تعهد خود فهمید میفهمه که مستحق عبادت فقط الله است و کسی دیگه نیست. بنابراین بغیر از الله کسی دیگه عبادت نمیکنه. هیچ عبادتی را، ما چند قسم عبادت داریم، عبادت فکری داریم، عبادت قلبی داریم، عبادت زبانی داریم، عبادت بدنی داریم، عبادت مالی داریم، عبادت تشریعی داریم. کلی عبادت های خود مخصوص الله میکنه و تعهد کرده، تعهد دومی که بغیر از شریعت الله قانون کسی دیگه تطبیق نمیکنه. پس این میفهمه که مارکسیسم و لینینیسم و دموکراسی و این دیگه آیین و قوانینه که این انسان ساخته ضد شریعت الله. ما تعهد با الله کردیم که اینا را نمیپذیرم. پس انسان هیچ وقتی برای کسای رأی نمیده و در مجالس دموکراسی و در مجالس سکولاریستی و در فکرها و اندیشه های سکولاریستی و کپیتالیستی و یا اشتراک نمیکنه و این را قبول نمیکنه، به خاطر که لا اله الا الله گفته و چون محمد رسول الله گفته تعهد کرده که عبادت الله را به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. بنابراین رهبرش رسول الله شد. رهبر دیگه نیاز نداره که باز بخیزه بر خود رهبر دیگه بگیره. ولی متاسفانه بعضی کسایی هستن که وقتی برشان کلمه بیان شود و تعهدات بیان شود باز هم به نظر غلط خود اصرار میکنن و امی ضرب المثل برشان میگه که
بز است ولو که پرواز کنه، عنز ولو طارت. و السلام علیکم و رحمت الله و